سوال آخران امید تلاوت قرآن مقصد به شب قدر راست بیاید ثوابش چگونه است و در دیگر روزا تلاوت کنی چگونه است همش یک است یا یعنی که که فرق در میکنه؟ شب قدر از 83 ساله عبادت بزرگ است. مثلا در شب قدر 1 ساعت قرآن خوانید. شب قدر اگر 10 ساعت باشد، از اذان شام تا اذان بامداد اگر 10 ساعت باشد، 84 ساله به 10 ساعت تقسیم کنید، یعنی 1 ساعتتان 8 سالی و توغری میبیاد. 1 ساعت قرآن خوانید گویا 8 سال قرآن خواندید. یعنی 8 سال قرآن خوانید چی؟ در 2 سال آدم حافظ میشد. اگر همون 1 رو اذیت کند و با دیگه کاراش کرده گردد. اگر 1 روز به مثلا 1 ورق اذیت کند، 2 رو اذیت کند، در نصف سال، در 1 سال قاری میشد، حافظ میشد. 8 سال 24 ساعتی گویا قرآن خواندید. اگر 1 ساعت قرآن خوانید، اگر 10 ساعت خوانید 84 سال و بهتر از آن. همین خیر، هر یک عبادت در شب قدر مضاعف است، یعنی چندین مراتبه اجرش عظیم است. بله.